به نام خدا. سلام، خوش اومدید به یک داستان ترسناک دیگه. سلام، اسم من علی اکبره و این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم قسم میخورم که کاملا واقعیه. ما اهل مشکین شهر استان اردبیل هستیم. من وقتی به دنیا اومدم با پدر و مادرم ستایی توی خونه مادر بزرگم یعنی مادر پدرم زندگی میکردیم. از اونجایی که مامان و بابام معلم بودن، آموزش پرورش ترتیبی داده بود تا یه زمینی رو به صورت قسطی بخریم و اونجا خونه بسازیم. من حدوداً 1 ساله شده بودم که کار ساخت خونه جدیدمون تکمیل شد و به اونجا نقل مکان کردیم. خونه ما تو محله فرهنگیان فاز 1 انتهای 12 متری 4 بود. راستش اون موقع اون محله خیلی خلوت بود. تعداد خونه ها و ساختمون ها هم خیلی کم بود و واسه همین محلمون خیلی ساکت و آروم بود. چند سال گذشت و من 5 ساله شده بودم. درست از این زمان به بعد بود که اتفاقات وحشتناکی برام افتاد. من تو خونه صداها و انرژی های ترسناکی حس می‌کردم. الان بعد از سالها فهمیدم که مادرم هم حس می‌کرده ولی برای اینکه من نترسم به روی خودش نمی آورده. ولی این صداها و اتفاقات وحشتناک رفته شدید و شدیدتر می شد. جوری که دیگه نمی شد انکارش کرد. پدر من بعضی شبها سر کار بود و من و مامانم توی خونه تنها می موندیم. یه شب مامانم رفت زیر زمین تا یک کاری انجام بده. منم توی حال پذیرایی بودم و داشتم با اسباب بازیام بازی می کردم. یه صداهایی اومد که به معنی واقعی کلمه پشمام ریخت. صدا از سمت پله های منتهی به پشت بوم می اومد. از اونجایی که من تو حال پذیرایی بودم پله ها رو نمی دیدم ولی صدا رو کاملا واضح می شنیدم. اگه بخوام صدا رو براتون توصیف کنم باید بگم که تصورش رو بکنید حدوداً 10-20 نفر با سرعت پله ها رو بالا پایین میرن و پاهاشون رو به پله ها میکوبن و همزمان با صداهای کلوفت و ترسناکی دارن حرف میزنن. بعد جوری ترسیده بودم جرأت نداشتم در رو باز کنم و نگاهی به پله ها بندازم. چند دقیقه بعد مامانم اومد و دید رنگم مثل گچ سفید شده و از ترس دارم به خودم میلرزم. تا چند دقیقه داشت من آروم میکرد. ازم پرسید که چی شده. من هنوزم خیلی تو شوک بودم. تا خواستم قضیه رو بهش بگم باز همون صدای ترسناک از سمت اون پله ها اومد. مامانم اینقدر ترسید که نزدیک بود گریهش بگیره. من خودم از شدت ترس بغض کرده بودم. مامانم من رو بغل کرد و دوتایی به خونه همسایه فرار کردیم. شب رو اونجا خوابیدیم و فرداش برگشتیم خونه خودمون. من دیگه تو خونه خودمون آرامش نداشتم. همش ترس و وحشت میومد سراغم. یه چند روز گذشت و خبری از اتفاقات و صداهای ترسناک نبود تا اینکه یه شب بازم من و مامانم توی خونه تنها بودیم. مامانم بهم گفت من میرم فلان چیزو به همسایه‌مون بدم و برگردم. منم گفتم باشه. یه چند دقیقه بعد از اینکه مامانم رفت همون صداهای کلفت و وحشتناکی که از سمت راه پله می اومد این بار از سمت حیاطمون اومد. در حال پذیراییمون رو که رو به ایوون باز می شد شیشه‌ای بود و می شد از پشت در حیاط رو دید. با ترس و لرز رفتم پشت اون در و یه نگاهی به حیاط انداختم. دیدم چند تا موجود عجیب و غریب و وحشتناک حدوداً 10-20 تا تو حیاط خونمون جمع شدن و یه آتیش عجیب و غریبی هم روشن کردن و دارن به دور اون آتیش میگردن و بالا و پایین میپرن و صداهای کلفت و عجیب و وحشتناک از خودشون در میارن. اون موجودات 2 تا دست و 2 تا پا داشتن و همشون کاملا کچل بودن و یه بدن سیاه سوخته مایل به نارنجی با قیافه خیلی وحشتناک داشتن. من از شدت ترس نمیتونستم آب دهنم قورت بدم. گریم گرفته بود. همون لحظه مامانم برگشت تو خونه و دید که دارم گریه میکنم و ترسیدم. فهمید که حتما بازم یه اتفاقی افتاده. من بعد از اینکه آروم شدم قضیه رو به مامانم گفتم. مامانم بعد از شنیدنش خیلی تعجب کرد و عمیقاً به فکر فرو رفته بود.
جالبه که این اتفاقات ترسناک و این صداهای وحشتناک رو من و مامانم بارها تجربه کرده بودیم، برای من بیشتر. ولی برای بابام حتی یک بار هم اتفاق نیفتاده بود. من و مامانم نمیدونستیم واقعا چمون شده. منی که 5 سال داشتم اصلا قدرت تحلیل اون شرایط رو نداشتم و فقط ترس و وحشت رو با تمام وجودم حس میکردم. از شبی که اون موجودات وحشتناک رو تو حیاتمون دیدم، کابوس‌های من شروع شد. هر شب کابوس میدیدم. 1 سال تمام حتی یک شب هم نشد که کابوس نبینم. اونم چه کابوس‌های وحشتناکی. سر تا سر بدنم عرق میکرد و بعد از بیدار شدن از خواب نفس میزدم و گریه میکردم. اوضاع جور شده بود که وقتی شام میخوردیم و نزدیک وقت خواب میشد، ترس و استرس همه وجودم رو فرا میگرفت که بازم قرار اون کابوس ها بیاد سراغم. کابوس های لامصب نمیذاشتن حتی یک شب من راحت بخوابم. یه روز ما به یه مسافرت کوچیکی رفتیم. دایی من خیلی جوان و مجرد بود. کلید خونه‌مون رو ازمون گرفت تا شب رو تو خونه ما بخوابیم. از اونجایی که اون اتفاقات ترسناک فقط برای من و مامانم افتاده بود و برای بابام اتفاقی نیفتاده بود، مامانم فکر کرد شاید فقط برای اون اتفاق افتاده باشه. نمی‌دونست. واسه همین ماجرا رو به هیچکی نگفته بودیم. ولی دایی من اون شب تو خونه ما خوابیده بود، همون اتفاقات وحشتناکی که برای من بود تجربه کرد. بابام نشسته بودم و مشغول بازی بودم. بابام من کاری رفت خودم گفتم حتما به قدری سرگرم بازی بودم که اومدن و رفتن بابام رو ندیدم. در اون لحظه بابام بازم از تو حیاط صدام کرد. رفتم به حیاط و دیدم بابام نزدیک به انتهای حیاط ایستاده. گفتم بابا منو صدا کردی؟ فکر کردم تو گلخونه ای. کی اومدی اینجا که متوجه نشدم؟ دیدم بابام همونجور وایساده و جواب نمیده. یکم رفتم جلوتر، گفتم بابا چرا جواب نمیدی؟ منو صدا کردی؟ دیدم بابام بازم جواب نمیده. یکم دیگه هم جلو رفتم و دیدم بابام وایساده و داره با چشمای خونی و قیافه به شدت عصبانی به من نگاه میکنه. متوجه رفتار خیلی عجیبش شدم. ترس و وحشت همه وجودم رو فرا گرفت. ناگهان پیشونی بابام شروع کرد به چروک شدن. در عرض 1 ثانیه پیشونیش چین و چروک‌های خیلی زیادی برداشت و پوست بدنش کاملا زرد شد و یهو تبدیل به یکی از همون موجودات وحشتناک شد و یه صدای خیلی ترسناک از خودش در آورد و غیب شد. به محض اینکه اون صدا در آورد، من از شدت ترس بلافاصله خودم رو خیس کردم. داد زدم و گریه کردم. بابام که تو گلخونه بود با شیر نری صدام دوید و اومد به سمت من و سعی کرد من آروم کنه. بعد از اون هم چند بار دیگه اون موجودات وحشتناک در شکل و شمایل اعضای خانواده‌ام اومده بودن سراغم. واقعا بدجور داشتم عذاب می‌کشیدم. تحمل اون شرایط رو نداشتم. ما دیدیم که دیگه نمیشه تو اون خونه زندگی کرد. فروختیمش و به یه خونه جدید و محله جدید نقل مکان کردیم. خونه و محله جدیدمون خیلی عالی بود و توش آرامش داشتیم و هنوزم داریم. من از شر اون موجودات وحشتناک خلاص شدم، ولی همون کابوس‌های وحشتناک هنوز دست از سرم بر نداشته بودن. با گذشت ماه‌ها کم کم کابوس‌هام کمتر و کمتر شد تا اینکه شکر خدا کلاً قطع شد. من چند سال آدم استرسی بودم و تو جمع فامیل رفتارهای عجیب و غریب از خودم بروز می‌دادم. مثلا همه همسن سال‌هام می‌رفتن با هم دیگه بازی می‌کردن و من توی آشپزخونه کنار خانم‌هایی که ظرف می‌شستن می‌ایستادم
و تا 1-2 ساعت به دیوار آشپزخونه خیره میموندم. البته دست خودم نبود، ولی هیچ کدوم از فامیل هامون نمیدونستن چی شده و چرا همچین رفتارهایی دارم. کاملا گوشه‌گیر و ترسو بودم. بعد از چند سال کاملا خوب شدم و یه جورایی میشه گفت به حالت عادی و به زندگی عادیم برگشتم.